کره ها چالهانوغلو و آچربی هم دیگر غایبین ناتسوری تو این بازی هن. یه پاس از بارلا، دومفریز نفوذ کرده، پاس ارضی که ارسال میکنه، موقعیت خوبی برای اینتر بود، موقتا دور کردن اصلانی. مهدی طارمی با یه پاس گلی که به لاوتارو داد و یه گل زیبایی که زد، مزد اون درخشش مقابل میلان رو هم با حضور تو ترکیب ابتدایی گرفته. پاس رو به جلو، لاوتارو میزنه، توپ برگشتی و گل اول اینتر. حتی دارمیان نتیجه رو 1-0 میکنه. دقیقه 15 مسابقه گل اول افیا از راه میرسه و دروازه ونتسیا باز میشه. بازی مستقیم جواب داد برای سیمون اینزاگی. اون پاس رو به جلوی عالی از کریستیان استانی، کنترل فوق‌العاده لاوتارو، دفع ناقصی که استانکوویچ داشت روی ضربه کاپیتان اینتر رو، دروازه خالی رو باز کرد. متئو دارمیان گرفت توپ اول، بد شانس بود که توپ ریباند افتاد مقابل پاهای متئو دارمیان. با جاگیری عالی خودش تونست گل اول بازی رو بزنه. دارمیان رو به جلو ارسال میشه، بازم برای دومفریز، کنترلش سخت شد، ارسال روی دروازه، این بار بهتر زد طارمی، هم بازم داخل چارچوب نبود. با ضربات کورنر خودشون تو دقیقه ابتدایی تونستن فشار بزنن روی دروازه اینتر. پایانپالو مدام داره جا عوض میکنه، دارمیان رو گیج کرده، کوتاه کار آغاز کردن، ارسال کوتاه روی دروازه، ضربه سر یان سومر. اما رقابت نزدیکیه. یه پاس توپ خیلی خوب، فرار داوید فراتزی تک به تک و توپی که گل نشد. دومفریز، فراتزی روی زمین افتاد و بازم سود نمیزنه آقای پیچینینی و کلا اعتقادی به خطا نداره در نیمه دوم. یه ارسال روی دروازه، موقعیت خوب و خطرناک، توپ تیر دروازه برخورد کرد، میتونن گلو بزنن. حالا آفساید پایانپالو اعلام شد، اجازه نداد بیارکاسون ارسال کنه. اینزس این کار رو صورت میده، ضربه سر خطرناک. این توپ اینتر تو بازی خارج از خونه با سکل متئو دارمیان تو نیمه اول 1-0 ونتسیا رو شکست میده. تیم سیمون اینزاگی یک گام دیگه برای صدرنشینی در سری آ برمی‌داره و خودش رو نزدیک میکنه به ناپولی.